چه بگویم از سرایی که آغاز آن سختی و پایان آن نیستی است، حلال آن حساب و حرام آن عذاب دارد. هر که در آن ثروتمند شود دچار فتنه می گردد و آن که مستمند باشد اندوهمند است. هر کس در یافتن آن بکوشد آن را از کف می دهد و هر کس در پی آن نرود دنیا خود فرمانبر وی می گردد. هر که در این جهان به چشم بصیرت بنگرد او را بینا می کند و آن که چشم بدان بدوزد او را نابینا می گرداند. آبشخور این جهان تیره و سرچشمه‌اش گلالود، ظاهر آن خوشایند و باطن آن کشنده است. نیرنگی رنگارنگ و فروغی ناپایدار و سایه‌ای نااستوار و ستونی کجمدار است، چنان که چون گریزان از آن با آن خو گیرد و ناپذیرنده آن با آن آرام یابد، مانند اسبی سرکش بر دو پا می خیزد و با او می ستیزد و چون صیاد با بندهای خود او را به بند می افکند و می آویزد و با ناوک تیرهای خود در جا می کشد و ریسمانهای دراز مرگ را بر گردن او می افکند و او را به تنگنای گور و بازگشتگاه ترسناک و جایگاه دیدار جاوید و محل کیفر کردار می کشاند. و این چنین آیندگان از پی گذشتگان روانند و مرگ از واکندن مردم از زندگی باز نمی ایستد.